دیابتی‌ها فقط دنبال کنترل کردن قند خونشونن. آیا فقط عدد قند خونت کنترل بشه کافیه؟ نه، مسلما نه. این عوارض دیابتی که به شدت ترسناک و فلج کننده است. احساس سردی و داغی پا داری، گزگز پا داری و شبا نمیتونی راحت بخوابی. بی‌حسی چی؟ حس بی‌حسی پاهات کلافت کرده. میدونی اصلا چرا این علائمو داری در حالی که داری داروی دیابت مثل متفورمین، زیمپت، انسولین استفاده میکنی؟ چون دیابتت از قند نیست، از سودای رسوبگریه که تو خونت زیاد شده و باعث مسدود شدن عروق پاهات شده و اجازه جریان خون گرم و مرطوب نمیده به پاهات. در نتیجه پاهات بی‌حس میشن و شما یک مرحله به قطع عضو نزدیکی. حالا چرا قطع عضو؟ در حالی که من میتونم طی 4 ماه درمانت کنم. مثل تمام نمونه‌های موفق درمانم شما هم میتونی یک بار برای همیشه درمان بشی. علاوه بر دیابت تمام عوارض دیابت از بدن دفع میشه با فرمولی کاملا تایید شده توسط سازمان غذا و دارو و پژوهشکده گیاهان دارویی. فقط کافیه برای درمان قطعی عدد 7 رو برام کامنت کنید.